خدا هر لحظه میتونه فرمان از دست تو بگیره، خودش رانندگی بکنه. اصلا من و تو در خورش نیستیم که باش اعلام جنگ بکنیم. یه سرماخوردگی ما رو بیبره زیر پتو، یه سرماخوردگی. برادرمون ستار چه دعای زیبایی، چه مناجاتی میکرد تو دعای شب. یکی از این دعاها این بود: خدایا تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما ما ربی به جز تو نداریم. ما کی داریم دیگه؟ ولی بندگان تو زیادن. چه کسی به سوی تو فرار کرده تو برش گردوندی؟ چه کسی به تو پناه آورده تو پناهندگی بهش